تیم‌های ملی تاجیکستان و اردن در دایره وقوع‌های دوره چهارگ‌نهایی جام آسیا 2023 به مسافه هم آمدند. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و فدراسیون فوتبال تاجیکستان پیش از آغاز این دیدار تاریخی در گوشه و کنار پایتخت کشور شهر دوشنبه اکران‌های کلان را گذاشتند. در یک قطار از مکان‌های فرهنگی و فراغتی پایتخت کشور از آن جمله کمیونیتی سیامامول، طرفخانه یکچنار و مروه هزار مخلصان و هواداران فوتبال میهن جمع آمده این بازی حساس را در اکران‌های کلان با یک حس بلند وطن‌دوستی تماشا نمودند. هر یک وضعیت به عمل آمده را مخلصان با شور و شوق بلند استقبال می‌گرفتند. قابل قید است که اقدام مذکور با مقصد معرفی هرچی بیشتر فوتبال میهن به هواداران و ساکنان پایتخت راه اندازی گردیده، مسئولین تلاش کردند برای تماشای این بازی نهایت مهم شرایط مساعد فراهم آورند. لازم به یادآوری است که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و فدراسیون فوتبال تاجیکستان این گونه اقدام را بار اول نیست که روی دست می‌گیرند. قبلا در بازی تیم ملی تاجیکستان بر مقابل امارات متحده عرب در دور 1/8 نهایی و باشگاه استقلال در لیگ قهرمان‌های آسیا تماشای فوتبال را در اکران‌های کلان راه اندازی نموده بودند. اولا که خوشحال هستم که می‌بینم که تا این مرحله آمده تاجیکستان. بازی امروز هم خب من فکر می‌کنم که هر دو تا تیم با احتیاط دارن بازی می‌کنن، چون شرایط جدول طوری است که هر تیمی که بای بده باید برود. بنابراین هر دو تیم با احتیاط بازی می‌کنن به نظر من و سعی می‌کنن که بیشتر بازی به اصطلاح در میانه زمین جریان داره. منتظر اشتباهات تیم حریف هستن تا از اون اشتباهات بتونن استفاده کامل ببرن. تیم فوتبال بازان تاجیک واقعا هم تیم قوی هستند که مردم تاجیک با آنها میفخرند. شما واقعا هم افتخار و دولت ملت تاجیک هستید. اولین بار در تاریخ تاجیکستان است که دسته منتخب تاجیکستان با یک چهارفینالی راه یافت و امروز ما شهروندان جمهوری تاجیکستان افتخار می‌نماییم که در چنین عرصه بین‌المللی ورزشگران ما شرکت می‌ورزند و نام ملت تاجیک را در عرصه بین‌المللی بلند می‌بردارند. همزمان پیش از آغاز این واخوری با تشبث بواسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با خطسیر مخصوص دوشنبه دوحه مخلصان زیادی تیم ملی برای تماشا و دستگیری ملی پوشان مملکت سفربر گردیدند. یادآور میشیم که واخوری منتخب‌های تاجیکستان و اردن با نتیجه مینیمالی 0-1 به نفع اردنی‌ها ختم گردید. در عموم هنرنمای فوتبالبازان تاجیک در نخستین اشتراکشان در جام آسیا خیلی خوب بود و هواداران فوتبال میهن از این چیز بریده خاطر هستند.